برخی کوتاه نظرانه میپندارن جامعه را با گذشته هایش قطع کنند. برخی هم گذشته ها را چنان تاریک و سیاه نشان میده که هیچ نقطه روشن نمیخواین ببینند. هیاهویی در بازار جامعه شناختی افغانستان و در فضای حاکم در داخل افغانستان برا هفتیده، فحاشی ها و انگیزه کشی ها، جعل تاریخ و در نهایت الگوها را و انگیزه ها را کشتن و از بین بردن. پایان این کار یک جامعه بریده از همه ارزش ها و یک جامعه بریده از تمام مؤلفه هایی که موجب بقایش بود خواهد شد. و جامعه‌ای که در یک آن مثل بدن گچ گرفته‌ای که به محض گچ بیرون شد پوشالی و فاسد شده است و هیچ را این بدن روی پای خود ایستاد نخواهد شد. پس ما به یک روابط عمیق ضرورت داریم و این روابط انگیزه ها ضرورت داره و در این انگیزه ها مدل ها و الگوها بسیار مهم است.